سلام رفقا، خیلی خوش اومدین به این ویدیو از چنل خودتون ابوالفضل روام. اومدیم با یه ویدیوی جدید از آکای روام و همونطور که میبینید دیگه یادم رفته از صفحه اول ویدیو رو رکورد کنم. همینجا پیک ها رو ببینید. چرا اینش من آکای اومدم؟ چون که از اینیشییت انمی جلوگیری کنم. هیروهایی مثل تیگریل، فردرین و هایلوس و چند تا هیروی دیگه که مستقیم میان توی دل شما که بخوان اینیشییت درست کنن و فایت رو بزنن با آکای کانتر میشن. خب با هانزو میریم روی رد باف بن. اینجا متاسفانه هانزو میگیره رد باف، اما خودش فیت میشه، فرست بلاد رو میده. من بن رو زیر هوا کیل میکنم، لونوکسی اسکیل میزنه و من با یکم نمیتونم فرار کنم و اینجا سایکلاپس یک فلیکر میزنه. همونطور که گفتم کلا آکای جلوی اینیشییت گرفتن انمی رو میگیره. مثلا وقتی هایلوس اولت میندازه که بیاد داخل شما با یک اولت از آکای کلا از استان انمی خارج میشید و مستقیم میرید سر وقت اینکه بخواید اولت یا هر چیزی رو بخوابونید. اینجا من نمیذارم میجشون بیا میج انمی فارم کنه ویوو تا سایکلاپس ما هم بیاد. بن میاد از بالا. اینجا میخواستم بدزدم این کلیپ رو ولی خب میزنه رتریش رو بن. مثلا وقتی آنجلا اولت میکنه روی یه نفر یا یه سر اولت ها که خیلی طولانی هن، برای افتادنشون بهتره مثلا از اولت آکا استفاده کرد، مثل اولت تاموز، مثل اولت لاپو که اینها بعد یه مدتی میافتن، مثل اولت آنجلا که بعد یه مدتی اینا میافتن. اولت آکای برای کانتر کردنشون فوق العاده خوبه. البته که بدونید خیلی از هیروها از اولت آکای میتونن راحت فرار کنن، چون که آکای وقتی اولت میزنه یه نفر رو بعد میچسبونه به دیوار کامل طرف استان نمیشه، اون وسط فرصت فیلکر زدن، اسکیل زدن رو داره. یعنی مثلا روامرهایی مثل گراک اگر جلوتون باشه میتونه اولت بزنه، روامری مثل میناتور جلوت باشه میتونه اولت بزنه. اینجا هم میبینید دیگه هایلوس یک اشتباه میکنه و راحت فیدش میکنه. قبل از ترتل یک روامر نباید اصلا فید بده. بن هم مونوره. من اینجا از روی مپ دیدم که ایراس میخواد جنازه یا بهتر بگم بدن هانزو رو کلا تارگت قرار بده. بن میره مونور، کلا بی خیالش میشیم. من توی بوش کمپ میکنم و سعی میکنم دمیجش کنم. اینجا هم نگاه کردم دیدم ارلی گیم دمیج هم داره بهش میرسه، سعی کردم بکشمش، اولتش رو هم که میس گرفتیم اینجا، ولی خب به خاطر حضور هایلوس نتونستن کیلش بکنن. تازه لول 4 میشیم و اون تیم ترتل رو میزنه، هایلوس رو تارگت میکنه و اینجا هم لونوکس هست. هایلوس رو میزنه سایکلاپس و هانزو. آمار رو مشاهده میکنید 0-3-3 روامر انمی و ما 2-2-1 هم روامر خودم. خب اینجا من حدس میزدم بین و لزلی بخوام برن یه دونه از پشت میایم یه اولت میکنیم و دو نفر رو با هم میفرستیم زیر تاور و به همین سادگی اشتباه انمی رو سو استفاده میکنیم. اینجا من دیدم که لونوکس رفت توی بوش، یه ایموت هم میدیم. هایلوس آیتم بندی هایلوس یه ذره حس میکنم که اشتباه مهم نیست، ما باید سو استفاده کنیم همیشه از آیتم بندی اشتباه. هیچ وقت نگید طرف نوب پروه، ما کلا باید سو استفاده کنیم از آیتم بندی به عنوان یه روامر. اگر تیم خودتون بود اینجا نمیدونم چرا دو زدم ولی به هر حال زدم دومو. دقت کنید ببینید الان یه اولت انداخت هایلوس و راحت رفتش اونجا میا رو تارگت کرد و خودش راحت کشت. اینجا اگر من خودم اولت داشتم کلا جلوگیری میکردم از اینیشییت دادن هایلوس. هایلوس رو نمیتونیم اینجا کیل بکنیم. من اولت میندازم که نه اولت هم نمیاد اینجا، معذرت میخوام. اینجا اولت برای چی انداختم؟ بله اینجا چرا اولت انداختم؟ چون که اولت آکای 30% موومنت اسپید اضافه میده و من با خودم فکر کردم خب اینجا ممکنه بگیرنم، پس هم زدم. اینجا هم سعی کردم اسکیل بزنم که شات میشم ولی به جاش هانزو میره و جینو کیل میکنه. میا هم میاد. بازی خیلی پرکیلی رو داریم مشاهده میکنیم چون رنگ اپیک دوستان بالاخره سیزن تازه عوض شده. تفاوت گلی ما 2 هستش. تا اینجا تیم فوق العاده خوب بازی کرده.
اینجا هم هایلوس رو راحت میتونیم فید بکنیم به خاطر استان هایی که داریم و روامر انمی رو دوباره قبل از ترتل فید میکنیم. چند تا بیسیک اتک میدیم به ترتل رو و میایم اینجا توی بوش ها رو چک میکنیم. من اومدم این بوش رو چک کنم، نتونستم به موقع برسم، ولی به جاش استان میکنم بنو و تیم کیل میکنم. کیل کردن بن اینجا تا 3 نفری وقتی کیلش میکنیم باعث میشه که بیشتر گلد برسه تا اون ترتلی که زدن و هر کی 100 تا برد. به هر حال ما اینجا فعلا گلدمون آنچنان جلو بود که اون ترتل واسمون اهمیت نداشته باشه. هایلوس از پشت داره میاد، من میرم که کمک سایکلاپس کنم. دیراس اینجا نمیخواد بی خیال کریپ بشه و ما راحت میتونیم فیلش کنیم. یوژان کم اولتش رو خراب کرد، اما هایلوس شو میشه، میاد روی هایلوس، دوم رو میس میدم من. هانزو هم میاد اینجا. هایلوس میخوایم اولت هایلوس رو بگیریم، من خودم هدفم اینه که اولت هایلوس رو اینجا از دست، هایلوس اولتش رو از دست بده و یک فایتی که اینجا متاسفانه میخوریم. اینجا من این لحظه فکر کردم که لونوکس رو چسبوندم به دیوار، نتونستم بچسبونم ولی اولت لونوکس میس رفت و من تونستم اینجا بک بدم. اینجا شو شدم، هدف داشتم که با یکم استان بدم لونوکس رو و کلا لونوکس رو کیل بکنم. اینجا میخواستم فلیکر بزنم دو کنم، بیخیال شدم، اما میدونستم توی بوش دایروس میرم اونجا و اولتش رو همین سادگی میس میگیرم و ریکال میکنم. هایلوس میاد اینجا. تیم کلا نباید فایت بده چون روامر وقتی نیست نباید فایت داد. با عنوان یه روامر آکای واقعا دمیج خوبی داره، به خاطر پسیوش و بر اساس مکس اچ پی زدنش. از اونجایی هم که الان گاردین هلمت برای هر روامر تقریبا آیتم واجب شده، آکا یکی از متاترین روامرها میشه گفت، با اینکه هیچ باف و اتفاق خاصی نیفته، فقط به خاطر اون پسیوی که اضافه کردن به گاردین هلمت الان آکا یکی از خفن ترین روامرهاست، بر اساس مکس اچ پی میزنه و همین باعث شده که به خاطر همون یک تغییری که روی آیتم انجام گرفته آکای الان یکی از متاها باشه. بین مید لین من از پشت میام که اینجا جفتشون رو استان بدم، نتونستم جفتشون رو استان بدم، بالاخره اینجا به دیوار چسبوندم اون بین رو و تیم کیلش میکنم. گاهی اوقات این دقت کنید اگر میخواید اینیشییت بدید با آکای که هیروی اینیشییت نیست زیاد، اما اگر میخواید اینیشییت بدید باش همون 1-2 کافیه واسش. اگر که خیلی دنبال اینیشییت هستید مثل من فلیکر بیارید، کمبوهای یک فلیکر، اولت فلیکر بعد یه اسکیلی بزنید و کامل استفاده کنید. اینجا میا اشتباه از میا شد، یه فایت باقی بود، من هم بهش گفتم که بک بده و بک نداد، شات داون میده، اشتباه از میا بود. میرم که به هانزو برسم که دایروس نتونه کیلش بکنه. اینور هم بن رو استان میده سایکلاپس، من یکم رفت تو کولدان، پس فلیکر میزنم و نمیتونم مجدد برسم به یارم سایکلاپس. گاردین هلمت من میاد پایین، هم دیراس رو فید میکنن، آیتم بندی رو مشاهده میکنیم. برای لونوکس من میخواستم این آیتم رو بخرم، ولی از اونجایی که هایلوس هم ماجیک میزنه و با اینکه بن فیزیکال هم بسته، ولی خب میدونید که ماجیک میزنه دو تا از اسکیل هاش، پس من دو تصمیم میگیرم که ریدینت ببندن جای آتنا. ریکال میکنه هایلوس، جلوشو نمیگیریم اصلا، میذاریم ریکال بکنه، به جاش میان که این تاور رو پوش بدیم و توی فایتی نیست که بخوایم راجع بهش نگران باشیم. هیروهای مثل هانزو، مثل هایابوسا، مثل لینگ، فنی، این جانگلرهایی که میزنن و فرار میکنن، بندتا اینایی که میزنن و فرار میکنن، راحت میشه شما خیالتون، یعنی باید خیالتون راحت باشه که بگید آقا این جانگلرهای من فرار میکنن اینجا و نیاز نیستن حتما برن واسهشون تبدیل کنیم. اینجا هم هایلوس رو سعی میکنیم فیت کنیم، نیازه که هایلوس رو فیت کنیم. چرا؟ چون سفت تیمشون. دیراس هم اونجا فید میشه و الان بهترین موقع برای گرفتن لورد.
ما اینجا توی بوش ها سرک میکشیم. با اینکه انمی 3 تاشون مرده و اون دوتا هم شاید نتونن کار خاصی کنن، به هر حال ما باید توی این بوش ها رو چک بکنیم. کار واجبه. روامر هر مچ همین. بن رو داریم اونجا. من خیلی دوست داشتم اینجا با یک اولت فلیکر بن رو بگیرم و همین کار رو هم میکنم، اما تیم پشت من نبود. من اینجا یه لحظه با خودم فکر کردم خب تیم پشت منه و راحت میگیرم، ولی خب اینجا هم دیدیم که نه. بن اولت میزنه و الان اولت بن توی کولدانه. بعدم باید تا اومدن لورد ما صبر کنیم و فایت رو انجام ندیم. میا و یوژانگ کلیر میکنن لاینو. اینجا همونجایی که گفتم هیروی اینیشییت نیست آقای، اما دقت کنید هایلوس یه اینیشییت فوق‌العاده انجام میده اینجا. این تفاوت هایلوس و آکای رو همینجا میتونید مشاهده کنید. معذرت میخوام. میتونید مشاهده کنید که هیروی اینیشییت هایلوس و با همون اینیشییتی که داد کلا توی اون فایت ما خوردیم و اولت من رو هم گرفتن. بالا فایت میا اولتش استفاده میکنه برای فرار کردن. توی بوش من باقی میمونم. هایلوس اشتباه میکنه و اینجا بهترین وقت برای کیل کردن هایلوس. فلیکرش رو استفاده میکنه. منتظر همین بودم. من هم یک میزنم، استام میدم و دیراس هم فیل میکنه هانزو. 3 نفر از انمی فیل شده. یه لاین مگاست. میتونیم لاین بعدی رو مگا کنیم از سمت ایکس پی. اینجا یک فلیک توی مد نظرم بود. بیخیال میشم. بازی رو باید اینجا تموم کنیم. من اولت میکنم با فلیکر میرم و لونوکس رو کلا زیر تاور خودشون توی بیسشون نگه میدارم و نمیذارم که بیاد اذیت کنه به فینیش دادن ما. بازی همینجا فینیش میشه به همین سادگی، فقط با کانتر کردن هایلوس. روامر انمی رنک اپیک 1. خوشحال میشم که اگه از ویدیو خوشتون اومد ساب کنید، لایک و کامنت بذارید، نظرتون راجع به ویدیو بگید. ممنون که تا اینجا همراه ما بودید. خیلی مخلصیم. این هم آمار ما.